سلام بچه ها، صبحتون بخیر، ظهرتون بخیر یا شبتون بخیر. من دوباره موسا 11 از خواب بیدار شدم تا صبحونه بخورم و آماده بشم. داره طول کشید، اما تا ساعت 11:44 است و فکر کنم همه همخونه‌هام رفتن بیرون. فکر کنم فقط یکی دو نفر تو خونه هستن و اینا. مثلا موقعیت خیلی خوبیه که من به شما خونه‌مون رو نشون بدم. از دم در شروع بکنیم. خوش اومدید به آپارتمان من. این در آپارتمان منه. اولین چیزی که بهتون میخوام نشون بدم اینه که کلیده اینجا خیلی عجیبه. شما مثلا نگاه این در شاید کهنه است. من اصلا اون کلید عجیبه نرسیده. این کلید اول باید محکم در خورد بده چون خیلی سنگینه. بعد اینجوری بسته میشه و اینجوری قفل میشه. نگاه کن. حالا نمیخواد در قفل ولی مردم باشه در مورد اگه میخواد در قفل نمیشه چون اون تا آخر اون بالا اونجا بسته میشه. از این در قدیمی هست. وقتی میرین تو باز یه در دیگه میبینین. اینجا هم که صندوق پستیه. چیزی که من عاشق این ساختمون کرده میتونم بگم آسانسورشه. باز میشه. این گمان چقدر بامزه است. بعد درشو میبندی. به این حالت می‌بینید. حالا دو تا پله رفتم بالا نفسم گرفت. حالا این در رو نگاه داشته باشیم. حتما با اینجا خیلی ساکت باشم واسه اینکه همخونه هم خوابن. تا اتاقم برسیم یه ذره سکوت که یه ذره آروم حرف میزنم. باز آینه است. چون خودم میدونم همه دخترم فقط آینه گذاشتن. بازم با اینجا آینه داریم. اینجا اتاق منه که بهتون نشون میدم. این از آشپزخونه ما. همونجور که ببینین عکسش سردن همه دانشگاه رو زدن بجز دانشگاه من خودم مجموع عکس خودم بذارم اینجا. این چیزی که خود خونه همیشه باش اومده بود. این وقتی ما این خونه رو گرفتیم داشتش. این خیلی بامزه است. من هر وقت میخوام آشپزی کنم با اینو بچرخونم که گاز باز شه. میتونم از گاز استفاده کنم. فکر کنم باز بوده. من همه تازه بستمش. نفر آخر کی استفاده کرده یادش رفته ببنده. این کابینتیه که توش سری اینم باز همه این ظرفا اومده بود. سما اینا رو گذاشته بودن. البته اون ادویه منه، این ادویه بچه هاست. اصلا من چقدر خودم همیشه جدا میدونم. این همه با هم دیگه یه جا، من اونجا. این ابتکار منه. من کیسه اینجا آویزون کردم و دیگه اینا رو کیسه اینجا بود کردم جهان این کیسه رو جر دادم. بعد این خونه همه چی داشت به جز کتری که من چای خور مجبور شدم دیشب برام یه دونه بخرم. 20 یورو هم برام آب خورد.
نه 20 یورو نبود 15 یورو برام آب خورد چون گفتم کوچیکشو بده دیگه. این مایکروویو دارن که ناخوناتو از بین میبره چون هیچ دستی نداره باز بشه. حتی اینجا میشه کسی بخواد باز کنی و با فشار تمام باز کنی و باز و بسته شدنش یه جوریه که مثلا تو اگه شب گشنه باشه همه میفهمن تو شب گشنه شده. ماشین لباسشوییشه که دیروز که بچه‌ها ساعت 11 صبح لباس ریخت تا ساعت 9 شب داشت هنوز میشست. به بالکنی ما خوش آمدید. قشنگ میاد بیرون میگه به بچه جنگلی چقدر زیباست. دلم باز شد و پایین نگاه میکنی خراب است. یعنی هر کی آشغال بوده تونستن ریخته. مثلا این فقط سعی میکنی بالا رو نگاه کنی. اصلا پایین بهتره که نگاه نکنی. این هنوز خاموشه چون دولت میگه که لباس بپوش. من چرا برای جیب خودم بذارم. این هم منظره که دوستان خودشون به گرم کشن چون اینجا فقط ماشین لباسشویی داره. خوشگل دیگه نداره دیگه. رنگی آویزونه و اینم از پذیرایی ما. اینجا سری کتاب داریم که هیچکی نمیخونه چون همش با زبان ایتالیاییه. اینجا اتاق یه نفره، اونجا اتاق یه نفره. به همین راحتی. حالا بریم اتاق من. خب به اتاق من خوش اومدید. اینجا 5 تا اتاق داره. اون 2 تا اتاق اولی که از روشون که بغلشون رد شدیم، یه اتاق اینجا، اتاق من شماره 2، 3 تا اتاق همون ته بودن. فقط اکثرا 2 تا دخترها با هم دیگه هستن و اینا به من میگن تو چیکار کردی که رو درت زده بودن. به اتاق من خوش اومدید. خلاص من خیلی خوشحال شدم که واقعا این اتاق همونجوری که دیدید این بود آپارتمان من. حالا اتاق من از همه اتاقا بزرگتره و اینکه از همه بیشتر جا داره و من هیچکیم تو اتاقم نیست، یعنی خودم و خودم. بعد که مثلا روزی که اومده بودم دخترم گفتش که چجوری تو این اتاق بهت دادن؟ گفتم نمیدونم، فکر کنم فهمیدن که من اصلا هیچکی ندارم. فکرم خیلی روک گفتم بهش به نظر برخورد شاید، ولی خب برای من مهم نیست. صدام از بین رفت. همینجور که میبینید من هنوز این چسب رو در بر نداشتم که اگه یه روزی کسی گفت اینجا مثلا من بیام میگم نه کوری، آره اینو میخونی اینو بخون، چیز نداره ملکاتی. درم هم قفل میشه. من تنها اتاقی که کلید خودم دارم، واقعا جدا زندگی میکنم. قرار دارم که به اندازه کافی مثلا همش میبینیم که خالیه. خوب هنوز نچیدم. سه چیزا رو اونجا پرت کردم. اینجا من برداشتم سری اینا مامان واسم فرستادن ایران. اومده میرم و اینا رو با ایتالیا هم ببرم چای و شکلات و مثلا من اینا رو میترسم پرتقالم ازم بدزدن. یکی آوردم گذاشتم تو اتاقم. من زمین شورم رو آوردم اینجا قایم کردم که کسی دست نزنه. میرسیم به این پنجره زیبا که اینجوری باز میشه. بعد میای این رو نگاه میکنی میگی به این چیه تا؟ این چیه خودی؟ اون دومه که قسم نماد شهر فرانسه. انگار که مثلا انگار من پاریس باشم اون برج ایفل باشه. یعنی در این حد من هر روز صبح پا میشم یه سلامی بهش میکنم دیگه. خدافظ. نشخی کردم یه چیز دیگه میتونشون بدم.
اینجا میز کاری منه. اینجا اتفاقا من پفک قایم کردم چون یه این اسمش همین پفک خونم کم میشه و من نیاز دارم که پفک داشته باشه. دیگه ببخشید که اگه اتاقم شلوغ بود. امیدوارم که تمیزتر بشه. چی بگم؟ اینم از روم توره من. حس میکنم مثلا خوب خداحافظی نکردم، زیاد انرژی نداشت. بچه ولی بهم بگین مثلا چه سوالایی دارین راجع به آپارتمان، چیزی که من شاید نگفته باشم، چون اکثر آپارتمان ها اینجا همشون این شکلی. یه سری چیزا رو الان به ذهنم میاد ولی تو کامنت ها بنویسید مثلا تو اون رو جواب بدم. مثلا راجع به شوفاژا واقعا اینجا دست ما نیست. معمولا 9 شب به بعد دولت قطع میکنه. الانم امروزم روشن نکرد. مثلا من با کاپشنم همیشه تو اتاق، همیشه لباس بیشتر میپوشم. و اینکه بیشتر ترجیح میدی بیرون باشی چون بیرون گرمه. داخل ساختمون سرد. مثلا اگه نگاه کنیم کولر رو ندارن اینا. مثلا یه دونه پنکه شاید ما توی انباری داشته باشیم. ولی همینه. شوفاژاش هم خاموشه، یعنی دولت تصمیم میگیره که روشن کنه که خاموش کنه. چیز نرمالیه. مثلا شبام قطع میکنن. ما بدتر شبا 2-3 درجه تازه میبریم بالا. ولی خب بچه ها خیلی ممنونم که ویدیو رو دیدین. روز خیلی خیلی خوبی داشته باشین، شب خیلی خوبی داشته باشین و اینکه من برم گذر شهر رو بگردم، چیز جالبی دیدم باز فیلم میگیرم. خدافظ.